در یونان باستان افسانه پرسفونه و هادس بسیار مشهور است. پرسفونه دختر دمتر، الهه حاصلخیزی و کشاورزی بود. روزی وقتی مشغول چیدن گلها در دشت بود، هادس خدای دنیای مردگان عاشق او شد و او را با عرابه‌اش به جهان زیرزمین برد. دمتر از ناپدید شدن دخترش به شدت اندوهگین شد و در سوی او زمین را خشک و بی‌حاصل کرد. هیچ گیاهی سبز نشد و هیچ دانه‌ای جوانه نست. سرانجام زئوس برای جلوگیری از نابودی انسانها هادس را وادار کرد که پرسفونه را بازگرداند. اما چون پرسفونه در دنیای مردگان دانه‌های انار خورده بود، باید بخشی از سال را نزد هادس می‌ماند. بنابراین او نیمی از سال را در جهان زیرین و نیمی دیگر را کنار مادرش می‌گذراند. یونانیان باور داشتند این آمد و شد پرسفونه دلیل تغییر فصل هاست. حضور او با دمت بهار و تابستان را می آورد و دوریش پاییز و زمستان را.